و در آخر برادران عزیز، من برای این حادثه‌ای که هفته گذشته بر ملت ما و فرزانه این ملت و اون خردسالی که در صنف 14 ساله بود رخ داد از جانب این ملتگرا، از جانب این تروریست. این هست تروریست که جهان این را دید. من بر خاندان اون، بر مادر اون صبر جمیل اجر عظیم خواهانم و برای همه اون برادرانی که اقدام کردند برای مادر این کس، برای خاندان این کس، خصوصا اون برادرانی که تقریبا 14-15 هزار در نماز جنازه اینها شرکت کردند و خصوصا برای همه اون برادرانی که کمک کردند و خصوصا رئیس شهر دوشنبه که برای اون مادر اون خانه هدیه کردن که دیگر به مهاجرت نرود. دعای خیر میکنم برای اینها. خداوند اینها را عمر دراز، تن صحت، خوشی های زندگی و هدایت کامل اسلامی برای همه اینها عطا کند و خداوند بر قلب مادر این قابل جان صبر جمیل و اجر عظیم عطا کند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.